جنگ میان ایران و امریکا در 26مین روز آن به شدت جریان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از این با تهدید و لحن هشدارآمیز علیه ایران سخن میزد، از 2 روز به این سو با تغییر لحن درباره جنگ با ایران با ادبیات نرم و خوشبینی با آغاز مذاکرات لب به سخن میگشاید. ترامپ در نشستی در کاخ سفید گفت که افزون بر 2 مذاکره کننده قبلی امریکا، جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه نیز به تیم مذاکره کننده آمریکایی اضافه شدند. در حال جدی ونس شامل فهرست اعضای مذاکره کننده آمریکا شده که CNN به نقل از منابع خود نوشته که تهران از واشنگتن خواسته به جای ویتکاف و کوشنر ونس را به مذاکرات بفرستد، هرچند ایران هنوز تمایل به مذاکرات با واشنگتن نشان نداده است. آنچه روز گذشته گفتم کاملا درست است. ما در حال حاضر در حال مذاکره هستیم. آنها توافق خواهند کرد. تهران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. امروز می توانستیم یک نیروگاه بسیار بزرگ تولید برق را نابود کنیم، اما به خاطر اینکه در حال مذاکره هستیم دست نگه داشتیم. همزمان با این، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و یکی از متحدان کلیدی امریکا در گفتگو با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود از او خواسته با حسن نیت به مذاکرات بنگرد و بر پایان فوری درگیری تمرکز کند. بار دیگر بر ضرورت مطلق پایان دادن به حملات علیه کشورهای منطقه، حفظ زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی و بازگرداندن کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز تاکید کردم. از ایران خواستم با حسن نیت در مذاکرات مشارکت کند تا مسیری برای کاهش تنش گشوده شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در نشست خبری گفته که جنگ روان در برابر ایران جنگ نتانیاهو برای بقای سیاسی است، اما 8 میلیارد نفر در جهان بهای آن را میپردازند. او با هشدار در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه گفته که جنگ بر رهبری اسرائیل علیه کشورهای منطقه هزینه فزاینده‌ای را برای کل جهان تحمیل میکند و تشدید تنش‌ها از جمله اختلال در تنگه هرمز اقتصاد جهانی را به سمت آشفتگی سوق میدهد. پیامدهای اقتصادی این جنگ فراتر از خاورمیانه احساس می شود. من خواستار اقدام فوری علیه بنیامین نتانیاهو و اطرافیانش هستم و آنها را مسئول خشونت‌های جاری می دانم. از همه کشورها می خواهم تا به خاطر صلح منطقه‌ای و بشریت موضع جسورانه اتخاذ کنند. با وجود مشخص شدن حضور جدی ونس، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا، هنوز جزئیاتی از هیئت دیپلماتیک ایران گزارش نشده و تهران هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پیام تند خطاب به آمریکا اعلام کرد قدرتی که ایالات متحده از آن به عنوان توان راهبردی یاد می‌کرد، اکنون به شکست راهبردی تبدیل شده است. او تاکید کرد که شکست را نباید توافق نامید و ثبات منطقه تنها با قدرت نیروهای مسلح ایران تضمین می شود. قدرت راهبردی که از آن دم می زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. در حال دونالد ترامپ بر آغاز مذاکرات با ایران تاکید میکند که مقام‌های ایرانی با دیده تردید به نیت او در گفتگوها می‌نگرند. آگاهان روابط بین الملل نیز با اشاره به تایید شکنی پیشین ترامپ در میانه مذاکرات باور دارند که او این بار هم ممکن است از روند گفتگوها برای خریدن زمان و از زمینه‌سازی حملات سنگین علیه ایران استفاده کند.